همراهیون رستوران چه کسانی هستند؟ هنوز کسی از هویت و پیشینه همراهیون رستوران اطلاع دقیقی ندارد. آنها معمولا در قرارهای رستوران بانوان را همراهی کرده. همراهیان رستوران کجا زندگی می‌کنند؟ باز هم مشخص نیست. آنها فقط موقع قرار رستوران پیدایشان می‌شوند. همراهیون رستوران چگونه انقدری شدند؟ تنها منبع غذایی شناخته شده آنها تغذیه در کنار بانو در قرارهای ایشان است. گونه‌های مختلف همراهیون رستوران، همراهیون کافی شاپ، همراهیون سفره‌خانه و گونه دیگه عقب ماشین نشین‌ها که بیشتر با سیستم صوت تغذیه میشن. هر کدام از این گونه‌ها قابلیت تبدیل به گونه دیگری را دارا میباشند. وظایف ایشان: تغذیه شدن رایگان، افزایش و رشد شدن صورت حساب، پسر دست از پا خطا نکنه، در آوردن صدای خنده و خوشحالی، گیم آور شدن پسر در مرحله اول، رسانده شدن در پایان به درب